توی دندون من میکروفون گذاشته بودن. چند سالی بود که من تعجب کردم همیشه وقتی که جایی میرم یه چیزی میگم اونا میدونن که من چی میگم و کسایی به حرفای من شهود میکنن و حتی بعضی موقع بر من پیام میفرستن که تو فلان چیزو گفتی و این متوجه نمیشدم از کجا این کارو میکنن و دائما شک میکردم که مثلا تو اطرافیانم کسایی هست یا چیزای دیگه. ولی بعدها با چند تا تست متوجه شدم که اینا از طریق یک میکروفونی داخل دندونم دارن شنود میکنن و وقتی که متوجه شدم به صورت رندوم و اتفاقی رفتم پیش دکتر دندونپزشک و درخواست کردم که دندونم رو دوباره خالی کنن و دوباره پر کنن و بعد از اون دیگه نمیتونستن شنود کنن که من کجا میرم و چی میگم. و اتفاقش اینجوری بود که 10 سال قبل وقتی من در ایران بودم به من از طرف خانواده‌ام به من یک دکتری معرفی کردن، گفتن این دکتر خیلی خوبیه برای دندانپزشکی و من رفته بودم پیش اون که دندونمو برام پر کنه. ولی وقتی داشت پر میکرد من متوجه شدم که وسیله خیلی کوچیکی به قطر 2 تا 3 میلیمتر رو با پنس داخل دندون من گذاشت و حالا خودش خیال میکرد که من ندیدم اینو، ولی من اون موقع که داشت روی وسایل کار میکرد و این وسیله رو داشت میگرفت من سرمو بالا آوردم و نگاه کردم، چون شما توی حالت دندون پزشکی حالا من بخوام اینجا نشون بدم یه حالت اینجوری که اون نفر داره کار میکنه و شما سرتون خیلی پایینه و من یه لحظه سرمو بالا آوردم و دیدم اون چیزی رو که توی پنسش گرفته و بعد گذاشت توی دندون من. اینو متوجه شدم، یعنی دیدمش کاملا. ولی خودم تو این موقع یعنی 10 سال پیش به این شک نکردم و نمیدونستم که اون چیه، ولی بعد از 10 سال اینو متوجه شدم و رفتم پیش دکتر. اونا خب دکتر اونو که خالی کرد و من گفت وسایل عجیبی از توی اون در آوردم، یعنی البته اون میشکنه خورد میشه با دستگاه، ولی خب بالاخره به من گفتش که یه سری خورده‌های فلز و چیزایی توی اون بود که عجیب بود و بعد از اون دیگه نمیتونستن شنود بکنن، یعنی من هر جایی میرفتم چیزایی میگفتم دیگه نمیتونستم بیان به من بگن تو چی گفتی یا مثلا برام پیام بفرستن و از اونجا متوجه شدم که پس حتما یک وسیله شنودی اونجا بوده و استفاده که از این میکنن اینه که دائما با شما بازی روانی میکنن. یعنی تو این 10 سال اخیر با من بازی روانی خیلی زیادی کردن. وقتی که مثلا در ایران بودم مثلا هر چی که مثلا توی خونه میگفتم یا حتی تو اتاقم تنهایی اگه در مورد یه چیزی مثلا یه کلمه‌ای میگفتم یه چیزی، اینا میومدن به من میگفتن از بیرون یا مثلا حرفای منو میبردن پیش آدمای دیگه، حرفایی که تو خونه با مثلا خانواده‌ام میزدن میبردن پیش آدمای دیگه و مشکل درست میکردن اینطوری و کلا یه سری بازی‌های روانی میکردن و بعدش هم هی تهدیدت میکنن یا مثلا وقتی که ببینی هر چی میگی یکی میاد به تو میگه و میدونه و دائما داره تو کنترل میکنه، خب این خودش یه فشار خیلی روانی رو روی آدم ایجاد میکنه و سالها من با این داستان زندگی میکردم. یعنی خیلی سختم بود واقعا. هر چی میگفتم یکی میومد به من میگفتش تو اینو گفتی ما میدونیم، از کجا میدونی؟ خب و حتی من مدت‌ها سعی کردم تلفنم استفاده نکنم و فهمیدم بدون تلفنم حتی اینا دارن شنود میکنن و بعد از اونجا متوجه شدم که پس اینا یک میکروفون دیگه تو دندون من گذاشتن و از اونجا متوجه شدم و این قضیه چیز شد، لو رفت. و در کل حالا میخواستم بگم که با این فشارهایی که من داشتم تو این سالهای اخیر و خیلی شاید هم سخت بوده، دائما سعی می‌کردم ویدیو بسازم برای اینکه مثلا مردم ایران آگاه کنم و اینا، ولی خب درآمدی هم از این ویدیوها به دست نمیومده و الان برای اینکه بتونم این کارو ادامه بدم، چون خیلی سخته واقعا بدون درآمد مالی شما بخواید مثلا ویدیو بسازین و کانتنت درست کنین، محتوا درست کنین برای مردم اینا، بخاطرم نیاز به حمایت‌های مالی دارم و شما درخواست می‌کنم که اول اگه میتونید این ویدیو رو حتما لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید که آدمای بیشتری ببیننش و بعد سعی کنید اگه میتونید اگه توان مالی دارین برای من دونیشن بفرستین. من لینک دونیشن رو توی دیسکریپشن این ویدیو و یا پروفایل این کانال قرار میدم و شما میتونید برای من از طریق اون لینک دونیشن بفرستین تا بتونم من این کار ادامه بدم، به خصوص که الان در ایران ما نیاز به تغییر رژیم داریم و برای این تغییر حالا چه آهسته یا تغییر آنی یا لحظه‌ای که هر دوش احتمال وجودش هست. الان زمانی است که هنوز در ایران جنگه و اینترنت داخل ایران بسته است که من دارم این ویدیو رو براتون ضبط می‌کنم و اینکه اونا خب میخوان یه سیستم دیکتاتوری تو ایران بسازن
و خب اونا میخوان تو ایران سیستم دیکتاتوری بسازن و ما میخوایم که یک حکومت دموکراتیک تو ایران بسازیم. برای اینکه ما بتونیم به ادامه این ویدیوها رو بسازیم و سعی کنیم مردم آگاهی بدیم در مورد این مسئله که ساختار حکومت دموکراتیک چی هست و مسائل دیگه، ما نیاز داریم که این کار رو ادامه بدیم و نیاز به حمایت مالی داریم. پس لطفاً از من حمایت کنید با لایک کردن ویدیو، با دونیشن و چیزای دیگه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.